یعنی قبلا وقتی که زرتشتی‌ها حکومت رو گرفتن در طول تاریخ و حالا در این طول تاریخ اومدن برای اینکه نسل تصورات آشوریان و نوحی‌ها رو از بین ببرن، زرتشتی‌ها چون دارای گروه‌های عرفانی طریقتی دروغگو بودن و چند طبقه طریقتی دروغ تولید شده بود در کنارش، عرفان فلان، اسلام حلقه، بیا اینجا انرژی بده، از اینا تولید کرده بودن. و همین خاطر توسط گروه‌های عرفانی تولید شده دوران زرتشت تونستن آشوری را از بین ببرن. یعنی طریقت رفت به سمت شریعت برای تخریب شریعت. آشوریا نابود شدن و اسمشون در تاریخ دیگه نموند. یادتون باشه. پس چرا از ادیان نوح دیگه در جهان خیلی کمن یه سری آشوریان که خودشونو میچسبونن؟ میگیم کتاب چیه؟ عهد عتیق. اینقدر خنگه که از کتابای اصلیش از دستش رفته، مدرکی دیگه ازشون نیست. برای اینی که چون شریعتی بودن، علاوه بر این که شریعت دین زرتشت زد خار مادر شریعت دین اینا رو سرویس کرد، طریقت دروغ هم اومد کمکشون کرد. پس